سلام بچه ها، امیدوارم که روزهای خوبی رو بگذرونید. من یه تصمیم گرفتم، قرار شده که از این به بعد یه سری کتابایی که من خودم خیلی دوستشون دارم و قطعا میدونم که شما هم اون رو میتونید دوست داشته باشید رو قرار براتون بخونم و طبق همون روالی که توی پیج داشتیم و حالا مونولوگ هایی رو براتون میذاشتم و خیلی لطف داشتیم که خیلی بازخورد خیلی خوبی بود و فکر نمی‌کردم یه روزی ویدیوها میلیونی و بالای 100,000 نفر ویو بخوره و از امروز تصمیم گرفتم که جلوی دوربین بیام و بتونم کمک کنم که شما کتابای بهتری رو مطالعه کنید که تاثیر شگرفی توی روابطتون، توی زندگیتون و کلی اتفاق خفن رو براتون داشته باشه. من از این به بعد یک کتاب رو میخونم. امیدوارم که شما هم همراه من باشید و از این استفاده کنید. میدونم شاید خیلی وقتا فرصت درست درمونی نداشته باشید برای اینکه یک کتاب رو بخونید. من تمام تلاشم اینه که کتابایی که قشنگن و تاثیر زیادی توی زندگی ما دارن و احتمالاً سری از روابط توی سری از شکست ها گم میکنیم و آسیب میبینیم و شاید خیلی وقتا خیلی از دوستامون هیچ وقت درمان نشده این شکست هاشون، هیچ وقت این آسیب ها رو باهاش مواجه نشدن و فقط گم کردن، یعنی اون احساسی رو که نسبت به یک رابطه‌ای داشتن و بعد از دست دادن یا نه توی رابطه‌ای هستن و نمیدونن باید چه کنن با مشکلاتی که توی روابطشون دارن. شاید فرار میکنن و باهاش مواجه نمیشن و این شروع یک ماجرای درام توی زندگی هر فرده. من اولین کتابی که میخوام بخونم و خیلی ارادت ویژه‌ای دارم به این کتاب و به نظر من یکی از کتاب‌های بسیار خوبیه که تا به امروز خوندم و خیلی برای خود من تاثیر داشته. کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم نوشته خانم پونه مقیمیه و امیدوارم که از این کتاب کنار هم و با هم بتونیم اون چیزی رو که باید و شاید استفاده کنیم و ازش لذت ببریم. من مقدمه کتاب رو میخونم، اگر عذرخواهی میکنم اگر من چشمم بالا پایی میشه، واسه اینکه میخوام بدون جا افتادگی از رو متن کتاب بخونم چون من معلمم داشتم گفتم کتاب درسی از روی متن کتاب بخونم و امیدوارم که شما هم ازش لذت ببرید. مقدمه اینجوری شروع شده که گفته شاید زندگی پیدا کردن بخشهایی از خودمون در تکه تکه هایی از کل منسجمه. پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول میکشه و تکه هایی که همه جا حضور داره و فقط کافی است که ما تو مسیرشون قرار بگیریم. اون وقتی که اگه هوشیار باشیم شاید بخشهایی از خودمون رو ببینیم. اه، بخشهایی از خودمون در رابطه ها، در آدم هایی که تجربه میکنیم، در موقعیتی که قرار میگیریم، در فیلم هایی که میبینیم، در تاریخی که مرورشون میکنیم و حتی در کوچه‌ای که هیچ آبری ندارد و باد درختهایش را بدون حضور تماشاچیان نوازش میکنند. شاید زندگی همینه. ما زندگی رو نه به صورت یک کل که به صورت جزئیاتی روزمره میبینیم. در واقع ما در لحظه‌ای از یک زمان اکنون همیشگی هستیم و شاید اون لحظه تمام همان چیزی است که هدف نام داره، هدفی به نام زندگی. برخورد کردن با تکه‌ای از زندگی و سپس پیدا کردن تکه‌ای ناهوشیار از درون خودمون. شاید زندگی تلاشی برای منسجم شدن و پیدا کردن بخش‌های بیشتری از خودمونه. در این تلاش مدام با اتفاقهای زندگی مواجه میشیم. قطعا میدونید وقتی تلاش میکنیم که حال بهتری داشته باشیم به این نتیجه میرسیم که یه چیزی رو ما جا گذاشتیم، اونم زندگی کردنه. یه سری چیزها رو فراموش کردیم، یه سری چیزها رو یادمون رفته، اصلا به نظر من یادمون رفته چطور زندگی کنیم. من فکر میکنم این کتاب خیلی میتونه کمکتون کنه. با ما همراه باشین، ادامه داره و این مسیر مسیر طولانی